برای شما فراموش نکنید خدا قرآن نمیگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آن چیزی را که پیامبر من آورد بگیرید، از آن چیزی که پیامبر من تان کرد باز ایستید. آیا ریش همه که از سنت های پیامبر است، این را پیامبر آورد. این از همون سنت های حضرت ابراهیم 10 سنتی که با پیامبر ما و شما آمد، حتی حضرت میگوید این سنت های پدر من ابراهیم است. برای این چیز برادرای عزیز چکه نشه، بسیار احتیاط کنید. پیامبر گرامی در حدیث مبارک میگفت کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، قیل و من یعبا، قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. همه امتی من در جنتند مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. پیامبر کیست آن کسی که جنت را نمیخواهد؟ برادر عزیز اگر در تاجیکستان اعلام کنیم کی جنت نمیرود، من فکر میکنم نفر پیدا نمیشه که باید من جنت نمیرم من دوزخ میرم. این خیلی آدم یافت نمیشود. پیامبرم پرسیدن کیست آن کسی که جنت نمیخواهد؟ گفت آن کسی که مرا اطاعت کرد، راه مرا راه خودش اختیار کرد و جنت میرود. کسی که ما را گفت اگر اطاعت نکرد، راه ما را راه خودش نساخت، و معنای است که جنت نمیرود. برای این ریش هم از سنت های پیامبر داده را هست. وقتی تو مبارزه بری به خدا قسمی همون کار دشمن های خدا آیا که سلام علیکم واعظی شیرین سخن اکای حاجی میرزا جان. الها زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان درد نبیند. از شما خواهش میکنم که به یک چند سوال های من جواب درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باکی نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چی حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتابهای شیخهای عرب و مولویهای زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتابها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین والمجوس. در همین حدیث شیخهای عرب میگویند که دو صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریشهای خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستین. این شیخهای عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردند. یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه میدهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. و همین شیخهای عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه ای که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکمی همین را دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب هایی که نام بردم از اینها البته گرفته شده است. از این خاطر و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اگر پیغمبر خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. ببین خدا چی میگه؟
و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین پیغمبر شما یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید و از چیزی که همین محمد شما را منع کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، برودها را کلک کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است مبتلا هست. و ریش، این ریش ما الحال ریش نیست، ریش از یک مشت کم نباشد، یعنی ریش سنتی به منزله یک مشت باشد، انا اون حکم ریش به جا می آید. این ریش هایی که مثال خلطه ما و شما میمانیم از بیریش ده بهتر است، از بیریش ده بهتر است، لیکن حکم ریش ندارد. انشاءالله میمانیم از بعض همین امتهای